این ترانه را هنرمند جوانمرگ تاجیک کرامتالله قربان چند قبل از مرگش سروده است. مثل که فرجام فاجعه بار زندگی خود را احساس میکرد و این فرجام در تیر ماه سال 1992 اتفاق افتاد. تفتیشات بعدی و نشانداد شاهدان واقعی مشخص کردند این قتل گروهی از سوی قماندان فرانت خلقی عبدالواسط صمدوف و همراهانش انجام شده است. محمد لطیف تقایف در آن روزهای سال 1992 کارمند شعبه امور داخلی ناحیه یاوون بود. بعداً برای ناپدید کردن پی جنایت همه کشته شدگان را به ماشین بار کرده تقریباً 6 کیلومتر پایین‌تر در حوضهای پرتابگاه کارخانه کیمیاوی یاوون انداختند. جسد کرامتالله و همراهانش را به ناحیه رودکی به منزل پدری می‌آورند که قیامت بر پای می‌خیزد. وقتی که ما به خانه بابایم آمدیم، البته در اونجا مردم زیاد جمع آمده بودند. شکلی که گفتیم من البته حس کرده بودم. البته برای من فرزند کلانی که بودم خیلی دشوار بود، خیلی دشوار بود. من که 6 سال داشتم البته حس کرده بودم که غم چیست و خواهرم دادرم اونقدر عقلی پوره نداشتن، اونقدر نمیدونستن که پدر از عالم گذشته است و درد و غمش چیست. یک هفته پس از قتل کرامتالله و همراهانش واسط قماندان با دست قماندان نیروهای مخالف رضوان صادیروف کشته شد. شام 18 اکتبر اشورما احمد و پسرش را خانه‌دار میکرد. توی آنها آخرین بزم بود که کرامتالله قربان شام مرگش در آن هنرنمایی کرد. او میگوید این حادثه تا حال نیز خاطره او را آرام نمیگذارد. فاجعه مرگ سراینده محبوب به فاجعه زندگی این خانواده تبدیل یافت. چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم، چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم از چشمه امسال از مرگ کرامتالله قربان 25 سال پر می شود. او را در 31 سالگیش کشتند. حالا سراینده های زیادی از شیوه خوانش وی پیروی می کنند. خود را شاگرد او می دانند. سال 1986 پسرش به دنیا آمد که او را به خاطر خواننده مشهور هندی محمد رافع نام گذاشت با امیدی که زندگی هنری او را ادامه می‌دهد. از همون دیدار پدر که سیر نشده بودم و تا امروز شب و روز من سرودهای پدر را گوش میکنم، در نوارها میبینم. شاید همون مهر باشد که من همون آروایش موی سر را همون چخیلی به زبان امروزا میگن همون استیلی طرز لباس پوشی پدر، طرز آوازخوانی اون کس رو من به خود همچی ایدئال، همچون مکتب قبول کردم. مثالی گل کناری هم قد کشیده، کبوتران در هوا پر کشیده. حالا از 3 فرزند کرامتالله به جز محمد رافع دخترش نازیه نیز راه پدر را انتخاب کرده است. هر سال برای گرامی داشت پدر در زادروز او محفل یاد بود برگزار میکنند و ترانه های پدر را میخوانند. هر کسی بیفروخت ما را من ندانم چی خرید، به بهای بگذرد هزار بهای بگذرد. هر کسی بیفروخت ما را من ندانم چی خرید، هر کسی بیفروخت ما را من ندانم چی خرید.